بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ توانا، انشالله که خوب و صحتمند باشین. براتون گفته بودم که منتظر بخش سوم درس باشین که مرتبط به بخش اول و دوم درس است که درس ما بخیر تکمیل شد. پس بین که به ادامه بخش اول و دوم بخش سوم درس خود تمام کنیم. درس ما بخش سوم درس سوم در صنف 12 است که در مورد ویژگی های ادب اسلامی بین صفحات 13 الی 15 کتابتان که باقی مانده درس صحبت کرده. اما پیش از او یک مرور کوتاه به بخش دوم درس خود هم داشته باشیم. در بخش برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. دوم درس ما شما از ویژگی های ادب اسلامی گفتیم که ادب اسلامی دارای ویژگی های مختلف و متعدد است که در بخش دوم از التزام عقیدتی و اخلاقی براتون گفته بودم. گفتیم نخستین ویژگی و خصوصیات ادبیات اسلامی ملتزم بودن است. به این معنا که ادب اسلامی ادب ملتزم و مبتنی به عقیده اسلامی هست و دیدگاهش به انسان، حیات، هستی، جمال و زیبایی به اساس جهانبینی اسلام هست. این اولین ویژگی ادبیات اسلامی بود. ویژگی دوم رسالت و هدفمندی مکتب ادبی اسلام هست. ادبیات اسلامی هم دارای مقصود و غایت است که این خصوصیت از حقیقت اسلام سرچشمه میگیره. به این معنا که فرد مسلمان خود و خیشتن بالاتر از او میدانه که از او گفتار و کردار و رفتار سر بزنه که مقصود و فایده برای او وجود نداشته باشه. و ادب مسلمان، ادیب مسلمان و ادبیات اسلامی هم نمیپسنده که وقت خود ضایع کنه و استعداد و طاقت خود هدر بده یا هم اوقات بندای خدا را و طاقت و توان اونا را بدون ثمر ضایع بسازه. ویژگی سوم تکامل و فراگیری بود که اسلام هم به نفس و روان انسانی دید همه جانبه داره و به اعتبار ای که انسان مرکب از جسم و روح و هر دو هست، بنابراین ادب اسلامی انسان از همه جوانبش مورد توجه و ارزیابی قرار میده تا در او انسجام و توازن و همنوایی را ایجاد کنه و از طرف دیگه کشمکش و تناقض و دوگانگی را از او دور بسازه. سه ویژگی مکتب ادبی اسلام براتون گفتم که خواندیم. اما بین که اهداف بخش سوم این درس خود ببینیم که چی است که درس ما بخیر تمام شود که دیگه ویژگی های مکتب ادبی اسلام چیست. هدف اول ما شما در شکل کلی آشنایی با ادبیات از دیدگاه اسلام است که ما شما در دو بخش اول این درس خود خواندیم. هدف دوم ما آشنایی با ویژگی های ادب اسلامی است که سه ویژگیش خواندیم. پس بین که در بخش سوم درس ویژگی های باقی مانده ادبیات مکتب اسلامی را بخوانیم. آماده هستین؟ بسیار خوب. ویژگی مهم و بارز دیگه‌ای که مکتب ادبی اسلام یا ادبیات اسلامی داره واقعی گرایی است. ای که واقعی گرایی چی هست؟ چی معنا میده؟ و منظور اسلام از واقعی گرایی چی هست؟ به این که کوتاه براتون تشریح کنم واقعی گرایی یعنی چی. منظور از واقعی گرایی و واقع بینی اسلامی نسبت به انسان روش مکتب ادبی واقعی ریالیسم غربی نیست. متوجه باشین. بسیاری وقتا ریالیسم یا ریالیسم میگیم، ذهن ما میره طرف مکتب ریالیستیکی غربی که در اینجا هدف او مکتب نیست که انسان در ساحه کوچک و تنگنای مادیت محدود و محصول ساخته باشه، بلکه واقعیت بزرگ حیات انسان با عمق و طول و زمان و مکانش فراموش کنه. بلکه واقعی گرایی ادب اسلامی انسان با ضعف و نقص و سقوطش به حیث نقاط ضعف و ناپسند انسان در نظر گرفته. اما این حالات مانند ادب واقعی غربی دائمی و همیشگی نمیدانه و تقدیس و ترسیخ او به او نمیپردازه، به خاطر که از دید ادبیات اسلامی حالات ضعف و انحراف بشری قابل تدارک و تکامل هست و ادب و هنر هم در این راستا نقش سازنده و بنیادین داره. پس واقع گرایی
واقع‌گرایی غربی نیست، بلکه واقع‌گرایی و واقع بینی دینی و اسلامی است. ویژگی بعدی که این مکتب داره مثبت‌گرایی و سازندگی است. این که مثبت‌گرایی و سازندگی به چی معنا؟ پس گوش کنین که براتان بگویم. خصوصیت اساسی دیگه مکتب ادب اسلامی مثبت‌گرایی و فعالیت رو به ارتقای انسان است که این خاصیت از مبادی اصلی اسلام مایه میگیره. به خاطر که اسلام ضعف، لغزش، سقوط و ارتکاب گناه را بر انسان میپذیرد، چنانچه آفریدگارش او را در سوره نساء وصف کرده و میگه که همانا انسان ضعیف آفریده شده، اما با همه این نقایص و ضعف‌ها با هم ادب اسلامی انسان به سلبیت و تسلیم شدن در برابر ضعف و ناتوانی دعوت نمیکنه، بلکه ادب اسلامی در چنین حالات با روحیه التزام و مثبت‌گرایی دست انسان میگیره و او را از گودالهای یأس و ضعف و کسالت به سوی امید، قوت، حرکت و سعادت راهنمون میسازه. و ویژگی بعدی ادبیات اسلامی چی هست؟ ادب برای ادب عنوان است. عنوان یکی از ویژگی ها و خصوصیات این مکتب. ادب برای ادب یا هنر برای هنر را بر رسمیت نمیشناسه، بلکه هنر و ادب برای خیر و فضیلت و تعهد و اخلاق و خدمتگزاری انسان و جامعه میدانه. پس ادب برای ادب نیست، هنر برای هنر نیست، بلکه هنر و ادب برای خیر و فضیلت، تعهد و اخلاق و خدمتگزاری انسان و جامعه است. چقدر خوب ببینید که دیدگاه مکتب اسلام چقدر بلند است، چقدر والا هست، چقدر فاضل هست. به چی میاندیشه؟ به خیر، به فضیلت، به تعهد، به اخلاق، به خدمتگزاری انسان و گروه انسانی که میشه جامعه. قرآن کریم هم شعرای مؤمن و متعهد و بارسالت از قطار شعرای هرزگوه و بیهویت و بیماهیت جدا میسازه و مورد ستایش قرارشان میده. قسمی که میفرمایه مگر کسانی که ببینین که کیاره میگه شاعران دروغگو و گمراه نیستند، ایمان آورده و کارهای شایسته انجام میدهند و خدا را بسیار یاد میکنند و به هنگامی که مورد ستم واقع میشوند به دفاع از خویشتن و مؤمنان برمیخیزند. آنها که ستم کردند به زودی میدانند که بازگشتشان به کجاست. این خداوند در قرآن حتی جایگاه و منزلت کسایی که ادیب هستند، سخنور هستند، دانشمند هستند، شاعر هستند، فهمیده هستند بیان میکنه و تفاوتش میایه بیان میکنه. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم زیبایی سخن و حکمت شعر ستودن و احساس ایجاب و هیجان خدا در برابر تأثیر شعر و سخن ابراز کردن. قسمی که میگن ان من البیان لسحرا، ان من البیان لسحرا، یعنی برخی سخنان تأثیرات جادویی دارد. باز هم میگن ان من الشعراء الحکمه، یعنی در برخی از اشعار حکمت نهفته هست. ببینید که در کلام، در سخن، در شعر، در ادب چی جایگاهی وجود داره و جایگاهش چقدر والا است. چنانچه شاعرها هم خدا دعوت میکنه تا از شعر و ادب برای دفاع از ارزش‌های اسلام و حاکمیت جامعه اسلامی کار بگیرن و در این راستا برای تشویق حسن ابن ثابت فرمود که با شعر به مقابله مشرکین که در مکه و اطراف در قرن اول هجری میزیستند برخیزه و روح الامین یا جبرئیل علیه السلام همواره پشتیبان او خواهد بود. تشویقش میکنه، بیان میکنه که با شعرت بجنگ، از سلاح به نام ادب و زبان و کلام استفاده کن و چی حامی بزرگی که جبرئیل امین باشه در پشت سر مثل کوه از او حمایت میکنه و ایستاده است. ایست که هنر و ادب اسلامی که با مضمون و محتوا و دلالت و معنایش با سایر مکاتب ادبی و هنری تمایز پیدا میکنه، یعنی فرق میشه.
خوشبختانه شعر و ادب اسلامی هم از قرون متمادی در افغانستان ریشه‌های عمیق دوانده و داره و بر جامعه افغانی تاثیر عمیق و بسیار زیاد ژرف هم بر جای گذاشته. در جامعه ما در ادوار مختلف نویسنده ها و شاعرای قد علم کردند که در روشنی راهنمایی ها و ارشادات اسلامی حالت موجود جامعه را به بررسی گرفتند، راه خیر و فلاح را به مردم نشان دادند، ظلم ظالما و عملکرد ناروای حکمرانا را هم تقبیح کردند. پس بر نسل جوان افغانستان است تا با چنین ویژگی ها و ارزش ها و معیارها و توانایی های هنری و ادبی خود رشد بدن و تقویت کنند و کاروان سرگردان هنر و ادبیات کشور ما شما را به مسیر اصلیش برگردانند. البته هجوم فرهنگی جهانی و تقلید ناپسندم از هنر و ادبیات بیگانه فضای ادبی ما را تیره و تار ساخته و ادبیات ای سرزمین اسلامی را به ابتذال میکشانه و کشانده متاسفانه کم کم که با گذشت روزها و سالها مضامین، عناوین و موضوعات هنر و ادب تنگتر میشه و نسل جوان کشورم غیر از مضامین و عناوین مبتذل و مکرر چیز دیگه را برای رشد مواهب ادبی و هنری خود نخواهد دید که دیگه خوب نیست. هنر و ادبیات اسلامی افقهای جدید را به پهنای زمین و آسمان، انسان و جهان و دنیا و آخرت برای فرهیختگان ادب و هنر باز می سازه. پس بر جوانا و نونهالای علم و عرفان و فرزندای ادب دوست میهن ما شماست تا استعداد ادبی و هنری خود بیازمایند، کشف کنند و چون ستاره ها در آسمان علم، معرفت و هنر و ادب ملتزم و متحد بدرخشند. بیم به وطن خود خدمت کنیم، بیاموزیم، یاد بگیریم و فرهنگ های اسلامی، افغانی و میهنی خود در خود نهادینه بسازیم تا همیشه موفق باشیم، همیشه در راستای خدمتگزاری به هموطن خود و در کل بر بشر اقدام کنیم، عمل کنیم، در یک جا ایستاد نشیم. حداقل بیم در بخش ادبی که میبینین سرمایه ملی ملت هاست، کشور هاست و بشر است، در او عرصه دوباره به جایگاه برسیم که قبلا ها پدرها و پدرکلانا و اجداد ما بودن. شاعرای بسیار زیاد خوب داشتیم، ادیبای بسیار زیاد خوب داشتیم، نویسنده های فوق العاده داشتیم. دوباره به این مکاتب ادبی که یک زمان وجود داشته از بین رفته اونا رو دوباره احیا کنیم. شعر بسرایم، داستان بنویسیم، انواع نظم و نثر خلق کنیم، به جامعه علمی خود تقدیم کنیم تا نسل‌های آینده ما و شما از او استفاده کنند. مثلا مولانای بلخ رومی رو شما ببینید که از کتابش، از شعرش، از گفته‌هایش تا امروز بشریت استفاده میکنه. سرمشق هست، حرفهایش پند و اندرس هست. پس کوشش کنیم که ما و شمایی که نیرو داریم، توانایی داریم، استعدادش داریم، این استعداد به کار برداریم، استعداد خود کشف کنیم و بتونیم که خدمت به اسلام خود کنیم، خدمت به وطن خود کنیم و خدمت به کشور و اولاد وطن خود کنیم. کوتاه درس خود جمع‌بندی کنیم و باز خداحافظی خواد کردیم. ما شما در این درس که 3 بخش بود ادبیات اسلامی را مرور کردیم و خواندیم. از تاریخچه ادبیات اسلامی براتون گفتم. بعد از او در مورد ویژگی های ادبیات اسلامی براتون گفتم که توسط این ویژگی ها و خصوصیات ما شما میتونیم که مکاتب ادبی دنیا را با مکتب اسلامی تفکیک کنیم، فرق کنیم که این ویژگی ها شامل مکتب ادبیات اسلامی است که در او مکاتب دیگر نیست. از او طریق ما شما میتونستیم که مکتب ادبیات اسلام با سایر مکاتب تفکیک کنیم. بسیار یم از خاتمه درس 3 که در 3 بخش گفتیم. اما نوشته کنین کار خانگی. چند سوال براتون میگم، نوشته کنین، دوباره درس برین مرور کنین، تمام درس مرور کنین که هیچ وقت فراموشتان نشه. نوشته کنین سوال اول: مثبت‌گرایی و سازندگی به عنوان یکی از ویژگی‌های ادبیات اسلامی چیست؟ مثبت‌گرایی و سازندگی به عنوان یکی از ویژگی‌های ادبیات اسلامی چیست؟ سوال دوم: واقع‌گرایی در ادبیات اسلامی به چی معناست؟ بیان کنید. او ریالیسم غربی که گفتیم هست در اسلام به او معنا نیست. دیدگاهش، مبنایش و هدف
واقعی‌گرایی در اسلام متفاوت از او ریالیسم غربی است. پس واقعی‌گرایی در ادبیات اسلامی به چی معناست؟ بیان کنید. میشه دو سوال کار خانگیتان. انشالله جلسه بعدی کارهای خانگیتان باز میبینم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.